تمرین هشتم. میگیم سول فا ره. نحوه شمردن برای 3 تا سیاه در میزان 6 هشتم به این شکله که از 1 2 3 4 5 6 2 4 و 6 عدد زوجش رو در دلمون میشماریم، بقیه رو بلند. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 و همونطور که میبینیم سیاه اول با نیمه اول سیاه دوم ضرب اول رو تشکیل خواهند داد. نیمه دوم سیاه دوم و سیاه سوم ضرب دوم و پای دوم رو تشکیل میدن. بنابراین پای دوم در نیمه سیاه دوم اجرا میشه. سول فا سول سول فا سول سول فا ره سول فا ره. میگیم سول فا ره دو میره دو سی لا که میچپ بود. همین کار یه پله پایین‌تر. سول فا دو سی دو سی لا سول. فرود بالا کبوتری. فا سول دو سول. خط دوم یک هنگام زیرتر اجرا میشه. همون جمله یک هنگام زیرتر. سول فا ره. ره با انگشت دوم میاد. فا هم کلسیم زرد بود. دو میره دو سی لا. همچنان باز میبینید که با انگشت اول نوت نویسی شده در کتاب. بعد سول هم باز با انگشت اول. سول فا دو سی ره دو سی لا سول. ولی خب من معتقدم بزنیم سول فا ره دو میره دو سی بیاد انگشت سوم. سی لا سول فا که دیگه یک بار حرکت کنیم و محکم و مطمئن حرکت کنیم. سول فا دو انگشت دوم میاد رو دو. سی ره دو سی دوم حالا بیاد رو لا. لا سول. نه اینکه یک یک باز بریم. سول فا دو سی ره دو سی لا سول فا سول دو سول. با سرعت 80 اجرا میکنیم.